یکی بود یکی نبود. توی یه برکه پر از آب یه ماهی کوچولو بود به اسم پولک طلا. اون همراه خانواده‌اش زندگی میکرد. دوستای زیادی داشت و هر روز تو برکه با اونا بازی میکرد. یه روز پولک طلا برای بازی راهی شد و صدای دوستش قورقوری رو از بیرون آب شنید. با تعجب رفت روی آب. تا به حال قورقوری رو بیرون آب ندیده بود. ازش پرسید: اونجا چی کار میکنی؟ مواظب باش بیرون آب خفه نشی. قورقوری با لبخند بهش گفت: نگران نباش، من بیرون آبم میدونم نفر بگردم. پولک طلا با تعجب گفت: مگه میشه؟ پس حتما دیگه نمیتونی بیای توی برکه. دوباره با قصه بهش گفت: اگه دیگه نتونی بیای من دلم برات تنگ میشه. آخه دیگه نمیتونیم با هم بازی کنیم. قورقوری گفت: نه تو نیست، من بازم میتونم بیام توی برکه. با هم دیگه میتونیم بازی کنیم. امروز بخواستم یکم آفتاب بخورم. دوستای خواهد از برکم رو ببینم. اینجا هم میتونم نفس بکشم. تو بگو بقیه ها میتونیم هم توی آب نفس بکشیم هم بیرون آب. یعنی ما بلدیم دو تا زندگی کنیم. پولک طلا یکم فکر کرد و حالا با خوشحالی به قورقوری گفت: من اینو نمیدونستم. مرسی که اینو به من گفتی. امروز من از تو یه چیز جدید یاد گرفتم. پولک طلا و قورقوری بلند بلند شروع کردن به خندیدن. حالا دوستای خوشگلم، شما از چیزای تازه‌ای که دور و براتون میبینین چیا یاد میگیرین؟